سلام، خوش اومدید به یه ویدیوی Next.js دیگه. امروز میخوایم راجع به راوتینگ یا روتینگ که همون مسیردهی میشه صحبت کنیم. از ورژن 13 به بعد Next یه سیستم جدیدی برای راوتینگ معرفی کرده به اسم اپ راوتر و قبل از اون از پیجز راوتر استفاده میشد. جفتشون هنوز پشتیبانی میشن و میشه ازشون استفاده کرد، ولی بهتره که از نسخه جدیدش استفاده کنیم. بعد از اینکه با چند تا مثال بررسیشون کردیم، دلیلش رو بهتر متوجه میشید و در آخر هم مقایسهشون میکنیم. پس همراه من باشید و اگر سوالی دارید حتما توی کامنت ها برام بنویسید. راوتینگ توی نکس بر اساس ساختار فایل ها انجام میشه یا همون فایل بیس سیستم. یعنی که ما اگه مثلا یه آدرس about داریم، میتونیم توی فولدر اپ یه فولدر به اسم about درست کنیم و داخل فولدر about یه فایل به اسم page.tsx و این تبدیل میشه به یه آدرس about. اینو الان انجام میدیم. یه فولدر about درست میکنیم و داخلش فایل page.tsx. next یه سری کانونشنال داره که باید رعایت بشن یا همون استانداردهایی داره که باید رعایت بشن. مثلا اسم پیج رو ما باید حتما کوچیک بنویسیم و یا اکستنشن ما میتونیم از اکستنشن tsx استفاده کنیم. از js یا jsx هم میشه استفاده کرد، ولی چون ما پروژمون با تایپ اسکریپت از tsx استفاده میکنیم. حالا ما میخوایم یه کامپوننت ریاکت داخلش درست کنیم. اینو میتونیم با استفاده از RAFCE یا همون مخفف React Arrow Function Export Component درستش کنیم. برامون یه دونه کامپوننت تمپلیت خالی میده. اسمش رو میتونیم بذاریم about page و این تبدیل به یه آدرس جدا میشه. حالا اینو رانش میکنیم npm run dev و میریم به آدرس about. میبینیم که خودش برامون یه آدرس about رو درست کرده، فقط با استفاده از درست کردن یه فولدر به اسم about. یه قابلیت دیگه ای که اپ راوتر داره nested routing یا همون آدرس های تو در تو. ما خیلی راحت میتونیم مثلا اگه میخوایم داخل about یه آدرس CV داریم، میتونیم داخل این یه فولدر CV درست کنیم و دوباره page.tsx و حالا اینو اگه ما بریم توی آدرس CV میبینیم که برامون یه nested routing هم درست کرده. اپ راوتر خیلی میتونه کارهای پیچیده تر دیگه هم انجام بده. برای مثال ما میخوایم برای یه فروشگاه آنلاین یه آدرس واسه نمایش محصولات و صفحه جزئیات محصولات داشته باشیم. اینجا یه دونه فولدر پروداکتس درست میکنیم و یه فایل خالی page.tsx، دوباره همون کاری که انجام میدادیم و اسمش رو میذاریم product page. خب حالا ما میتونیم اینجا یه سری محصولاتمون رو تعریف کنیم. مثلا میذاریم const products و داخل یه array ما یه آبجکت با دوتا پراپرتی درست میکنیم. مثلا ID میذاریم ID 1 و اینو کپی میکنیم. خب حالا ما میتونیم با استفاده از مپ این پروداکت ها رو دونه به دونه روی صفحه به صورت لیست آیتم نمایش بدیم. اینو من پاک میکنم داخل دیو، یه h تگ میذارم و پایینش یه unordered list. حالا اینجا می‌نویسیم products.map و از arrow function استفاده میکنیم
میزنیم یه لیست آیتم می‌نویسیم که بتونیم داخلش کیمون رو قرار بدیم. میزنیم product.id و حالا ما میتونیم داخل این لیست آیتم یه انکر تگ بذاریم و آدرسمون رو براش تعریف کنیم. خب من اینو پیست کردم، میبینیم که آدرس پروداکت، بعدش پروداکت آیدی رو میگیره و به صورت داینامیک این جزئیات رو روی صفحه نشون میده. ما هنوز جزئیات رو ننوشتیم، برای این کار میتونیم یه فولدر آیدی به این صورت درست کنیم و داخلش دوباره page.tsx و اینجا من اینو پیست میکنم. میبینیم که یه دونه پروداکت دیتیل درست کردیم، جزئیات محصول، داخلش یه پارامز گذاشتیم، یه سری پارامتر گذاشتیم، اینم تایپش استرینگه و ما آیدی پروداکت رو میگیریم و بر اساس اون پروداکت و جزئیات محصول رو نشون میدیم روی صفحه. خب الان میبینیم که توی آدرس پروداکت ما 2 تا محصول داریم. اگه بزنم روش میبینیم که میره روی پروداکت اول و اگه برگردم پروداکت من اینو کپی پیست کردم، ولی آره 2 تا پروداکت داریم اینجا. یه مشکلی حالا اینجا هست که خیلی مهمه. ما اگه روی این پروداکت روی هر کدوم از این انکر تگایی که ما داخل اینجا تعریف کردیم کلیک کنیم، میبینیم که داخل نتورک همه این داده ها دوباره دارن بارگذاری میشن. من اگه برگردم میبینیم که همه اینا دارن دوباره لود میشن و این خیلی روی پرفورمنس اپ یا وبسایتمون تاثیر میذاره. چجوری میتونیم اینو حل کنیم؟ توی نکست ما یه کامپوننتی داریم به اسم لینک. من انکر رو به لینک تغییر میدم، میبینیم که ایمپورتش کرده از next/link و اگه الان من اینا رو پاک کنم داره دوباره کمپایل میکنه و لود میکنه. اگه من اینو دوباره پاک کنم بریم داخل پروداکت 1 میبینیم که فقط یه دونه ریکوست برامون اومده. دوباره برمیگردم و این اسمش از کلاینت ساید نویگیشن که خیلی میتونه به سرعت و پرفورمنس وبسایتمون کمک کنه. حالا من اینو توی ویدیوهای بعدی خیلی دقیق تر راجبش توضیح میدم، ولی اینو گوشه ذهنتون داشته باشید که توی ریاکت توی نکست یه سری کامپوننت هایی مثل لینک هست که خیلی میتونه توی پرفورمنس وبسایتمون بهمون کمک کنه. خب ما معمولا توی یه وبسایت یا اپ واقعی یه سری قالب داریم که توی ویدیوی قبلی راجع به layout.tsx صحبت کردم که ما مثلا یه سری نویگیشن بار داریم یا فوتر داریم که میخوایم داخل همه پیجا به صورت یکسان نشونشون بدیم و میتونیم واسه اون از layout.tsx استفاده کنیم. من داخل فولدر products یه فایل layout.tsx درست کردم و این کد رو پیست کردم داخلش که یه پراپرتی children داره که تایپ react نوده و من اینو داخل تگ مین قرارش دادم و اگه ما پیجمون رو باز کنیم میبینیم که این داخل تمام پیجا داخل آدرس پروداکتس هستش و میتونیم همیشه ازش استفاده کنیم و تمام صفحاتمون به صورت یکسان دیده میشن. حالا من توی فولدر about یه فایلی به اسم index.html درست کردم کنار page.tsx. ما اگه آدرس about رو باز کنیم میبینیم که زده about page. حالا میخوایم ببینیم که ما index.html رو میتونیم پیدا کنیم یا نه. میبینیم که زده page could not be found. توی app router
هر فایلی که ما اضافه میکنیم تبدیل به یه آدرس نمیشه. ما باید فایل page.tsx درست کنیم. ولی توی pages راوتر ما اگه هر فایلی درست میکردیم این تبدیل به یه آدرس جداگونه میشد و این فرق بین اپ راوتر و پیجز راوتر هستش. خب این بود از قسمت اول ویدیوی راوتینگ. هنوز خیلی چیزا راجبش هست که باید صحبت کنیم، مثل API راوتینگ یا کاستوم ایرورز و اینا رو توی قسمت کامل توضیح میدم، پس حتما اون ویدیو رو از دست ندید. اگه خوشتون اومد از این ویدیو لایکش کنید و حتما نظرتون رو برام بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.